بابولیستانی قدیم. نشانه های قدیم ترین درباره بابل، سبب های رشد بابل، سلاله یکمی بابلی، سرچشمه های این دوره، قانون های خمورپی، حجت های دیپلماتی، خواجگیداری، مأموری و حقوق شخصی، بایگانی مری، اقتصادیات بابلستان در عصر 18 پیش از میلاد، مکمل شوی آلات مهنت، ترقیات آبیاری، زمینداری شاهی و خصوصی، زمین های اجاره و مهنت کرایه در خواجگی قشلاق، چارواداری، ترقیات کاسبی، سودای داخلی و خارجی، صدخوری و غلامداری، غلامان و قرضدار شدگان، سیاست اجتماعی خمورپی، صنف‌ها و طبقه های جمعیتی بابلستان، غلامان و غلامداران، مراولیم و مشکنوم، مباحثه آمیز بودن مسئله آید به پیدایش مشکنوم، سیاست دینی خمورپی، رفتار ستمگرانه حاکمیت شاهی، سیاست خارجی بابلستان، دیپلماتیا و جنگ، سوسچوی دولت بابلستان در دوره وارثان خمورپی، هجوم خیطها، بابلستان را ضبط کردن کاسیدها، خصوصیت های ساخت اقتصادی و اجتماعی بابلستان در دوره کاسیدها، سیاست بیرونی شاهان کاسید.